یک مؤسسه بین المللی تحلیلی میگوید با آنکه دوره 7 ساله ریاست جمهوری امامعلی رحمان تا 2 سال دیگر در تاجیکستان به پایان میرسد، سالها درباره ماندن او در قدرت و یا انتقال قدرت به وارثش بیشتر می شود. گروه بین المللی پژوهش بحران ها روز 9 اکتبر گفت از بس که تاجیکستان حالا مشکلات زیادی به مثل فساد و رشوه‌خواری، رقابت های داخلی و عامل های تاثیرگذار بیرونی دارد، انتقال قدرت در تاجیکستان می تواند با خطرات زیادی همراه باشد. همکارم عبدالله اشور این گزارش را به بررسی گرفت و حالا در استودیو با ماست. عبدالله، واقعا درباره نکات اصلی این گزارش میگفته که راجع به کدام موضوع اصلی است؟ مسئله کلیدی که مؤلفان مرکز بین‌المللی تحقیق بحران ها ذکر کردند این مسئله انتقال قدرت در سال 2020 در تاجیکستان است که برای امنیت کشور هم خیلی مهم است. مؤلفان نوشتند که در تاجیکستان حالا سوال اساسی این است که آیا رئیس جمهور امامعلی رحمان در سال 2020 قدرت را کنار میگذارد و اگر کنار گذارد کی را جایگزین خیش انتخاب میکند. و مؤلفان این گزارش تازه نشر میگویند نامزدی اصلی مورد نظر رئیس جمهور باز هم رستم امامعلی هست که تا سال 2020 البته سینش به 30 سالگی می رسد و حق شرکت در انتخابات را پیدا می کند. اما نکته دیگری که مؤلفان گزارش ذکر کردن البته وضع ناگوار اقتصاد در تاجیکستان است که وابسته است به کم شدن انتقال های پولی مهاجران کاری تاجیک از روسیه و هم پایین رفتن قرب ملی و عمیق‌تر شدن بحران در بانک های تاجیکستان. و عبدالله قبل از صحبت میگفتی که در گزارش درباره تاثیر مهاجرت به وضع سیاسی تاجیکستان هم گفتن، اندکی بیشتر شرح میدادی که چی هست؟ بله مؤلفان این نکته را هم ذکر کردند و نکته های نوی که در مسئله مهاجرت در رابطه با تاجیکستان نوشتن این است که بیش از 1 میلیون نفر مهاجری کاری تاجیک باز هم در روسیه کار میکنند و این یک فشنگ اساسی مسکو برای فشار آوردن بالای دوشنبه باقی میماند. اما نکته نو این است، جالب این است که شمار پناهجویان تاجیک در کشورهای اتحادیه اروپا بیشتر شده است. از جمله مؤلفان نوشتند که در سال 2016 بیشتر از 3000 نفر تاجیکان از کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناهگاه خواستند، در حالی که در سال 2015 این شماره خیلی کمتر از این، همگی کمی بیش از 1000 نفر بود. در سال 2014 همگی 600 نفر. و در پایان بخش مهاجرت این گزارش مؤلفان نوشتند که بسیاری از منصبداران در اروپا از این خوف دارند که مسکو میتواند موج مهاجران کاری را از آسیای مرکزی برای متشنج کردن وضعیت در اتحادیه اروپا استفاده کند، یعنی مثل گریزه های سوریه به اروپا آنها را روانه کند. و آخرین سوال، سازمان های بین المللی بارها تاجیکستان را برای شیوه های مبارزه‌اش با افراطگرایی تنقید کردند. در این گزارش البته این مسئله هم ذکر شده است. بله، واقعا هم مؤلفان نوشتند که دوشنبه زیر نقاب مبارزه با جهادیان عادت‌های اسلامی و ناراضیان را پخش کرد. مؤلفان میگویند که حادثه های تراشیدن ریش آدمان و بازداشت شدن نفرانی که حجاب یا روسری به بر میکنند در تاجیکستان ثبت شده است به چشم میرسد. ولی یک نکته عجیبش این است که مؤلفان نوشتند نارضایت قشری از تاجیکان برای آن است که دولت انتخاباً این سیاست را روی مردم تحمیل میکند، یعنی و ذکر کردند که قسمتی از اهل خانواده منصبداران بلندپایه تاجیکستان ریش دارند و زوجه هاشون روسری به بر میکنند و حالت های نیز هست که محض با دستور شوهرهایشون یعنی منصبداران زنها روسری به بر میکنند. و مؤلفان البته ذکر کردند که یعنی خشم تاجیکان یعنی نارضایت قسمتی از مردم این است که چرا دولت منصبدارانش رو نمیبیند اما آنها رو میبیند. خوب، تشکر. همکارم عبدالله اشور درباره یک گزارش گروه بین المللی تحقیق بحران ها صحبت میکرد که راجع به دولتداری در تاجیکستان است. تشکر عبدالله. سلامت باشید. تشکر.